بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای آغاز میکنم که نامش بهترین و زیباترین نام هاست، کلامش برترین و شیواترین کلام هاست و البته یادش هم آرام بخش دل هاست. سلام و درود میفرستم بر حبیبش و سفیرش که رسول گل هاست، که رحمت به جان هاست و محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بنده های خوب خدا، هم نفسای یاد خدا. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه‌ای که همراه هست با کارشناسی استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین موسوی مطلق عزیز با موضوع عفاف، و همچنان به دعای شما در قوم مقدس هستیم. امامزاده واجب التعظیم و لازم التکریم، خیلی با صفا و نازنین و صاحب کرامت، امامزاده موسی مبرقع که فرزند بلافصل حضرت جوادالائمه علیه السلام هستند، و 40 اختران که در واقع کنایه از 40 نفر از نوادگان حضرت جوادالائمه و امام هادی علیهم السلام هستند، که شما دارید ذریح متحرش رو پشت من اینجا میبینید که هر کسی اینجا میاد در واقع 40 امامزاده رو یک جا زیارت میکنه و همچنین امامزاده موسی مبرقع رو. انشاءالله شما هم جزو زائرین با مرام و عرفتشون باشین خیلی زود، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی از الطافی که خدا نصیب حقیر کرده در برنامه یاد خدا اینی که تلمذ میکنم محضر اساتید بزرگوارم که توی این برنامه هم خدمت استاد عزیزم آقای موسوی مطلق هستم. با افتخار در خدمتشون هستم و سلام خیر مقدم عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما همراهان و بینندگان عزیز و ارجمند در برنامه یاد خدا. سلام حضرت موسی مبرقع و این 40 اختران و امامزاده زید که در همین محیط هستند و به اینجا هم 40 اختران گفته می شود. نثار همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و توفیق باشه عرض ادب همه شما رو هم محضر این انوار مقدس عرض خواهیم داشت انشاءالله. زنده باشین انشاءالله. زنده باشین. ما خدمت شما هستیم. دم شما گرم. خب عرضم حضور شما که این 5مین برنامه هستش که ما خدمت استاد هستیم و در واقع پیرامون عفاف ازشون شنیدیم در آینه آیات و روایات و داستانهای تأمل برانگیز و عبرت انگیزی که فرمودن. استفاده کردیم از شخصیت‌های مهمی مثل شهید برونسی عزیز، مثل آمیز اسماعیل دولابی، مثل ارزم بزرگ شما که شیخ رجب علی خیاط رضوان الله علیهم اجمعین و دیگران، و در این برنامه ببینیم چی برامون در نظر باشیم. الحمدلله توفیق شد در این برنامه یاد خدا از آینه روایات ما خدا رو یاد کردیم، چون موضوع عفت است و عفاف است که اونی که این مهم رو در زندگانیش پیاده میکنه وجودش خدایی میشود. حالا امروز هم یکی دو روایت انشالله اگر برسیم خیلی خوب عرض خواهیم کرد. وجود مقدس امیرالمومنین وقتی جناب محمد ابن ابی بکر رو به عنوان فرماندار مصر گماشتن، یه توصیه هایی رو از بیان کردن، چون مصر یک ویژگی های بسیار خاصی داشت، یه خورده هم دور از مرکز بود، باید تمام معارف فردی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و نظامی رو بیان میکردن که اینا به حسب ظاهر از مرکز به دور هستن، طبق همون قانون و با همون ری جلو برن. به جناب محمد ابن ابی بکر هم که خیلی مورد علاقه امیرالمومنین بود، در واقع امیر میفهمیدن که محمد فرزند من است. یه جمله‌ای دارن فرمودن اعلم ان افضل العفه الورع فی دین الله والعمل بطاعت. خب ورعی که این چند شبه ما عفتی که این چند شبه راجبش صحبت می‌کردیم زوایای مختلفی داره. یکیش هم مراتب خود عفت هست. بالاخره یک مراتبی داره دیگه، یک مراحلی داره، یک مقاطعی داره. یک کسی عفت در کلام دارد ولی مثلا عفت در چشم ممکن نداشته باشه.
یه کسی چشمش درویش میکنه ولی دهنش باز میکنه، هر چی میخواد بگه میگه. یه کسی نه، چشم و دهانش رو حواسش هست، گوشش هر چیزی میشنوه. نه همه اینا رو هست رفتارش. اما دروازه قلبش بازه، گاراژه، همه بیان و برن هر چی بخواد انجام بده. در نتیجه تا نهایتا به رفتار. کسی ممکنه در حرف زدن خیلی خوب حرف بزنه، خیلی با حیا، ولی به قول شما در رفتارش نه، مثلا رفتارها رفتار زیبنده انسان عفیفی نیست. لایه های درونیش هم مراتب داره. حالا ما قرار شد اگر بینندگان عزیز و ارجمند یادشون باشه عرض کردیم که اینها رو داریم به عنوان یه آزمایش عمل میکنیم. ما چقدر ورع عفت داریم، چقدر ورع داریم، اینها رو در واقع خودمون هم آزمایش بکنیم ببینیم در چه مرحله قرار داریم. حالا حضرت میفرماید که افضل عفت یعنی بالاترین مرتبه چی هست؟ الورع فی دین الله که عرض کردیم در جلسه قبل. ورع یه مرتبه خاص از تقواست. در دین خدا انسان حواسش جمع، یعنی ریزکاری هایی داره دین خدا که باید خیلی به اونها توجه بکنی. که اصلا فرق اولیاء الهی با ما همینه که اونا به یک چیزهایی نگاه میکنن حواسشون هست که ما نیست. تو داستان دختران حضرت شعیب علیه السلام و قصه حضرت موسی علیه السلام یه نمونه کاملش بود. ورع در دین خدا. ما موظفیم که اون چه که دین خدا گفته همون رو مو به مو عمل بکنیم. این رو از ما خواستن و لذت و حلاوتی هم داره. اون شاعر گفت که البته این رو از زبان اولیاء خدا عرض میکنیم: تا تو را حالی نباشد همچو ما، حال ما افسانه آید پیش تو. تا کسی ندونه ورع چه لذتی داره، نماز چه حلاوتی داره، رعایت عفت چه حلاوتی داره، افسانه آید پیش اون کسی که اصلا با اینها. به یه نفر گفتن سنگ قبل نخون عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفتم با بخون. آره اشتباه کردیم دیگه. حالا اصلا نمیفهمم، تو ذهنش اصلا اینا تعریف نشده. میگه بالاترین مرتبه عفت اینه ورع در دین خدا و عمل به طاعته، عمل بکنی به طاعت پروردگار در همین اوامر و نواهی که عرض شد. روایت بعدی از وجود مقدس امیرالمومنین هست. منتها یه خورده هول و هوشش باید سخن بگیم انشالله. فرموده اذا اراد الله بعبد خیر. این مضمون در روایات ما تکرار شده، یکیش مشهور همه هست که عرض خواهیم کرد و میدونن دیگه عزیزان الحمدلله اهل معارف هستن. اما من چند نمونه رو میخوام عرض بکنم که آیا خدا اراده خیر کرده برای ما یا نکرد. ما جزء کدوم یک از این دسته ها هست؟ یه علائمی داره خدا برای ما خیر خواسته یا نخواسته. یک، همشون همینطوره. اذا اراد الله بعبد. البته دیگه فرصت نیست قطعا در این جلسه و اینا که این روایت و موضوع بحث البته نیست، اما بحث قشنگی است که اذا اراد الله به قوم، مثلا به یک قومی رو خدا اراده کرده خیر برسونه، به یک مجموعه، اما اینجا به عبد فقط آمده. ما الان فردی میخوایم نگاه بکنیم. اذا اراد الله به عبد خیرا زهده فی الدنیا. خدا او رو در دنیا زاهد قرار میدهد. زهد یعنی چی؟ زهد خیلی راجبش تعریف کردن، لغت و اصطلاح و اینا چکیده همشون و مراتبش این میشه: انصراف از زیاده خواهی، انصراف از طمع، انصراف از اون چه خدا ممنوع کرده، تا میرسه انصراف از ما سوی الله. به قول فیض کاشانی: زهر چه غیر یار استغفر الله، زبود مستعار استغفر الله. بعضی از گناهانشون استغفار میکنن. حضرت امام قدس الله سره در آثارش ببینیم میگه از عبادات ما داریم استغفار میکنیم. فیض کاشانی میگه هر چه غیر یار استغفر الله، زبود مستعار استغفر الله. زهد عالی ترین مرتبهش میشود انصراف از ما سوی الله.
و وفقه فی دین الله، کسی که خدا خیرش رو بخواد تو دین فهمیدهش میکنه. فهمیدن در دین میدونید یعنی چی؟ یه مرتبهش اینه که انسان اینقدر منم نکنه. بعضی منم میکنن دیگه. به نظر من این حکم در چیکاره هستی که نظر میدی؟ چیکاره هستی؟ دین تسلیم در مقابلش هست. کالمیت فی یده القص. این یک معناشه. یه معناشه نه فهم درست در دین. این که بعضیا از دین زده میشن علتش اینه یک کسی فهم نادرست داشته، اون فهم نادرست منتقل شد. مثلا اینقدر نسبت به نماز، اینقدر نسبت به حجاب پدر خانواده یا برادر خانواده یا مادر خانواده یا فلان کس سخت گیری کرده که اصلا زده شده، اون نفهمی در دین داشته. اما کسی فهمیده در دین باشه نه، مردم رو مشتاق دین میکنه. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب کس از مسلمانی ماست، همین شد تفقه در دین دیگه. یعنی اون اصل اسلام رو شما باید ببین، نه در آینه رفتار و کردار کسی غیر معصوم یا یک کس راه نرفته ای. و بصره عیوبها و بصره عیوبها، اگر کسی خدا بیناش کرد نسبت به عیبهای خودش، این معلوم خدا خیرش رو خواست. بابا بعضی فقط عیوب دیگران رو میبینه. آدم یه خورده هم خودشون نگاه بکنه دیگه. راست یک عزیزی از استادان اخلاق ما، من گاهی به دوستان میگه اگه ما هیچ یاد نمیگرفتیم همه یه جمله رو کفایت میکردیم. میگفت که شما آینه رو بگیر مقابل خودت، اونی که تو آینه هست یه لکی اینجاش نشست، شما هی با این آینه ور با پاک میشه؟ نه، ولی این رو پاک پاک به همین سادگی. ما میخوایم یه کسی رو اصلاح بکنیم، مثلا اون حسوده، چند درجه؟ 100 درجه. شما چند درجه؟ 10 درجه. از این 10 درجه خود 5 درجه حذف بکن، او خود به خود پاک میشه. ما عیب خودمون رو ببینیم، بعد عیوب دیگران رو باید ببینیم. این من یاد اون المؤمن مرآت المؤمن انداخت که آخ چقدر روایت قشنگ. آره وقتی اینجا تناسب پیدا میکنه دیگه، که من اگر خودم چیز کنم او هم اصلاح میشه. حالا این روایت خیلی روایت قشنگی است. اولا مؤمنین اشکال نداره، عیبای همدیگر رو میگن، منتها مؤمن چون اول عیب خودش رو دیده بعد عیب رو میگه. غیر مؤمنین نه، از موضع بالایی انگار که خودش همچه عیبی نداره، ولی مؤمن نه خیر. یه مرتبه بالاتر این روایت هم خوب شد اشاره که رزق این بود، المؤمن مرآت المؤمن، یکی از این مؤمنات بیان شده خداست، یکیش هم مؤمن در زمین است ما. سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار. یعنی مؤمن آینه مؤمن است، ما باید آینه خدا باشیم. آره، یعنی مردم که نگاه میکنن خدا رو در ما ببینن. گفت با خداجویان بی حاصل مها تا کی نشینم، باش یک ساعت خدا را تا خدا را در تو بینم. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر اون درختی رو که او گلهای تر دارد. این هم یه معنای المؤمن مرآت المؤمن. خیلی خوب، ولی که انسان عیب خودش رو ببینه. خیلی خوب. ما اگر اجازه بدین اینجا نگه داریم، دست شما درد نکنه، بریم یه فاصله بگیریم و برگردیم تا اون موقع میقدری به فرمایشات شما فکر بکنیم و ادامه مباحث. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اینی که فرمودن خدا هر کسی خیرش رو بخواد اونو متوجه ایرادات و عیب‌ها و خطاهای خودش میکنه، خیلی به دل من نشست و از خدا میخوام که این خیر رو نصیب من بکنه. شما اگر همینطور میخواید این دعا رو بکنیم واقعا، که ما رو متوجه خودمون بکنه. در درجه اول ما اگه خودمون اصلاح بشیم، رشد پیدا بکنیم، همین خودش برکت میکنه، اطرافیان و اینا هم تأثیر میگیرن. به نظرم آقا بسم الله. داشتیم عرض میکردیم که ائمه فرمودن اذا اراد الله بعبد خیرا چی میشه؟
زهد در دنیا پیدا میکنه، تفقه در دین پیدا میکنه، نسبت به عیوبش هم چشمش باز میشه، میبینه، بصیر میشه. یکیش هم شرح صدره للاسلام، خدا سینه او رو گشاده میکنه برای قبول اسلام و تسلیم. یکیش هم اذا اراد الله بعبد خیرا جعل له واعظا من قلبه، خدا برای او قرار میده یه ندای درونی که این قلبش او رو نصیحت بکنه، واعظ باشه. چنانچه حضرت جواد الائمه پدر بزرگوار این آقای عظیم الشأن حضرت موسی مورقه، اون فرمود واعظا من نفسه، المؤمن محتاج سه خصلت است. یکی واعظ درونی انسان باید داشته باشه، خودت باید درون بیاد. ما گاهی فراموش میکنیم خیلی از چیزها و اینی که میتونه یاد ما بیاره همین واعظ درونی است. واعظ درونی هم خود خداست در قلب انسان میگه. من یاد اون رسول باطنی افتادم که عقلو میگن رسول باطنیه. میتونه عقلم باشه این واعظ؟ بله میشه. حضرت به هشام فرمود بله ان لله تعالی حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه. آره، حجت ظاهره الانبیاء و الرسول، بله. حجت باطنه عقل. یکی فرمود آتبه فی منامهی، خدا وقتی خیر کسی رو میخواد تو خواب او رو مورد عتاب قرار. یعنی چی؟ یعنی با خواب تنبیهش میکنه. لذا انسان یه خواب وحشتناک ببینه بلند میشه، خدا شکر که خواب بود. آره همین چند شب پیش برام پیش اومد اتفاقا یه حدیث دیگری داریم که خدا مؤمن رو تو همین دنیا پاکش میکنه، بعد مصادیقی رو براش بیان میکنه. یکی از اون مصادیق اینه که یه خواب وحشتناک اگه بلند میشه انگار کفاره گناهانش هست. آره، این که خواب دیدن از الطاف خدای متعال هست. حالا اگر مورد عتابیست خیال نکنیم که همه عتابا بده، نه، عتاب خدا خیرت رو میخواد، متوجهت کرد که خبریست. خواب دیده مرده، صبح بلند میشه وای اونجا حق فلانی. آره. ببینید گاهی خواب میفرماید که آتبه فی منامه، خدا در خواب انسان رو مورد عتاب قرار. یکی حوائج الناس الیه، خدا خیرتو میخواد کاری میکنه مردم بیان در خونه. از لطف خداست که میان و شما رو به عنوان برعکس فکر نکنیم یه وقتی. بله کسی از رفقای ما، رفقای مشترکمون وقتی گلایه میکنه میگه آقا فلانی رفته از به اسم ما پول گرفته، اوی با راستم میگه به اسمش خیلی ناراحت شد. بهش گفتم آقا اشکو خدا رو شکر، خدا یه آبرو بده داده، اسمت کار میکنه. یعنی بریم این رفیق فلانی میگه باشه قد مثلا قرض بشه اینجا کار انجام بده. قال عزیز آبیه ندیده بودم، به اینش هم فکر کنی بدل نیست. آره. حالا یکی مردم گرفتار میشه. یه روایت از رسول مکرم اسلام هست، فرمودن که خدا وقتی خیر کسی رو میخواد اذا اراد الله بعبد خیرا عسله، گفتن آقا عسل یعنی چی؟ آره، قیل و ما عسله یعنی چی؟ خدا فرمود یفتح له عملا صالحا قبل موته ثم یقبضه عنه. خدا خیر هر کسی میخواد باب عمل صالح رو براش باز میکنه قبل از موتش، بعد قبض روحش میکنه که این اهل عمل بشه، اونم عمل صالح. و یکی هم که خدا در عقوبت او عجله میکنه در دنیا. یکی شما یک فکر بدی میکنی، یک عمل بدی، زود چوبش میخوری، هی نگو چش خوردیم اونجا چی شد خدایا هر چی مثلا آره چاله است جلوی پا، نه، خدا دوست داره همینجا زود نمیگذاره اون طرف، یا 20 سال بگذره بعد چوبش رو بخوری. همین الان چوب خطات رو بخوری چون خدا خیرت رو خواست. و مشهورش هم همینه اذا اراد الله بخیرن، اذا اراد الله بعبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین و زیاغت. هر کسی خدا دوست داره یه کاری میکنه عاشق امام حسین بشه.
و زیارت امام حسین، هم خود امام حسین هم زیارت. اینا از نشانه اینه که خدا خیر ما رو میخواد. من نمیدونم شما بینندگان عزیز و ارجمند چند تا از این نشانه ها رو داشتید، نوش جانتون هر چقدر از این نشانه ها رو داشتید. اما اونی که مورد بحث ماست وجود مقدس امیرالمومنین میفرماد اذا اراد الله بعبد خیرا اعف بطنه و فرجه. بر این مضامین ما روایات زیادی داریم، خیلی زیاد. امام باقر علیه السلام فرمود ما عبد الله بشیء افضل من عفت بطن. خدا هر کس رو خیرش رو بخواد به او عفت شکم و شرمگاه رو عنایت میکنه. یعنی این قدم انسان شکمو نباشه، این قدم تبعیت از شهوات نکنه. انشالله به حق این آزاده و مدفونی در این مکان مقدس خدا برای ما هم خیر خوب مقدر کرده باشه. اگرم نکرده بعضی از اینها رو، امشب انشالله برای همه ما این موارد رو قرار بده. الهی آمین. به نفس حقتون، به دعای خیرتون انشالله که برای هممون رقم بخوره. خیلی حظ بردم، خیلی استفاده کردیم. انشالله خدا به شما خیر بده.